این روزها در شرایط حساسی به سر میبریم و به هر حال تحریم ها در جریانه و وضعیت دشواریه. بنابراین تنها مرجع ما کسی جز امام و خاطرات ایشون نیست که البته فقط بنده هستم که از ایشون خاطره دارم. بله، یادم است که یک روز بعد از سخنرانی امام به حضورشون رسیدم و از ایشون پرسیدم که آیا شما برای سخنرانی هایتون پول میگیرین؟ که ایشون با همون تواضع و متانت همیشگی گفتن خیر. بله، حرف مفت زدن از صفات بارز حضرت امام بود. امام واقعا رفتار عجیب منحصر به فردی داشتن. روز بنده وارد حیات خونهشون شدم و دیدم کنار حوض نشستن و کش پیژامه مبارکشون رو خیس میکنن و بعد کش رو میکشن و با همون صدای شطرق ول میکنن به سمت شکمشون و بعد هم فریاد میزنن آخ لاکن آخ. بنده عرض کردم اماما چی میکنید؟ که امام در جواب فرمودند کشو تر میکنم، میخوام ببینم این جوانان که در جبهه ها ترکش میخورند واقعا چه احساسی دارند. بله، همدردی با رزمندگان اسلام از صفات بارز حضرت امام بود. بله، یک روز با بروبکس مجلس خبرگان رفتیم خدمت امام و جای شما خالی شام پیتزا تنوری بود. امام پیتزا رو وسط گذاشتن و اونو به 8 بخش تقسیم کردن. بله، بخشش از صفات بارز حضرت امام بود. هرچه به خاطرات امام فکر میکنم بیشتر حیرت زده میشم. یه روز دیدم امام کنار بی ام وی حاج احمد آقا ایستاده و داره ساعتشو مستمر میماله به سپر ماشین احمد آقا و بنده تعجب کردم. رفتن جلو و گفتم اماما حکمت این کار شما در چیه؟ که امام نگاه عمیقی به من کردن و گفتن دارم اوقاتم رو سپری میکنم. بله، سپری کردن درست اوقات از ویژگی های بارز امام بود. یک روز بنده از رفسنجان برای امام یک گونی پسته آوردم و امام پسته ها رو از یک گونی به گونی دیگر ریخت. بله، دگرگونی از صفات برجسته امام بود. بعد از عملیات والفجر 4 امام زنگ زد و گفت اکبر بیا امشب یک جگری بزنیم. ما هم خدمت رسیدیم و امام دل و قلبه و جگر و خوشگوشت و به سیخ کشیدن و خودشون وایستادن پای منقل. همه رو خوب پختن الا دل رو که سوزوندن. بله، دلسوزی از صفات برجسته حضرت امام بود.